آقا اگه پکیج تو روشن کردی رو حالت گرمایش توی فصل زمستون، یک دفعگی دیدی فشار دستگاه یک دفعگی رسید به 2.5 یا 3 بار و یک دفعگی صدای تق تق یا صدای ناهنجاری از پکیج شنیدی، فقط راه حلش با یک دونه پیچ‌گوشتی دو سویه. شما باید چیکار کنی؟ شما اول قاب دستگاه رو برمی‌داری، میای باید فشار پکیج رو کاملا بخوابونی. الان فشار پکیج روی یکه. برای اینکه ما بخوایم فشار پکیج رو کلا بخوابونیم، باید شیر ورودی دستگاه که شلنگ دوم از سمت راست زیر پکیج وصل میشه، شیر ورودی رو ببندیم. وقتی ما شیر ورودی و پکیج رو ببندیم دیگه خروجی نداریم. در مرحله بعدی با باز کردن شیر پرکن و یک شیر آب گرم نزدیک پکیج، فشار دستگاه کم کم میاد روی صفر. خب حالا فشار دستگاه خوابید، فشار دستگاه روی صفره. میایم رو قسمت پمپ. یکی از دلایلی که باعث بالا رفتن فشار میشه، روی پمپ یک پیچ داره. ما با باز کردن این پیچ رو خارج میکنیم. این قسمت یک پیچ دو سومالن میخوره. اینو باید بزنیم بچرخونیم تا رتور از حالت گیرپاژی خارج بشه. با این حرکت دیگه رتور شما از حالت گیرپاژی خارج میشه و پکیج مرتب کار میکنه.